سبب سوختار در جمعیت داروی محصولاتش محدود بازار فراوان قرن‌تپه معلوم شد. طبق سنجش پیشکی سوختار شب 1 ایون در بازار فراوان شهر بختر در نتیجه رسیدگی کوتاه نقل‌ها در یکی از آشخانه‌های بازار مذکور سر زده است. طور بر روزنامه ختلان از رئیست وزارت کارهای داخلی در ولایت ختلان اطلاع دادند خبر درباره سر زدن آتش در جمعیت داروی محصولاتش محدود بازار فراوان قرن‌تپه شهر بختر ساعت 22:25 شب 1 ایون سال 2022 به نقطه مرکز علاقه رئیست خدمات دولتی آتشفشانی ولایت ختلان رسیده است. در برابر گرفتن خبر فوراً به جای حادثه سوختار هیئت شخصی خدمات دولتی آتشفشانی با تعداد 148 نفر و 28 عدد نقلات آتشنشانی اینچنین خدمات و مقامات‌های هماهنگسازی رئیست وزارت کارهای داخلی در ولایت ختلان و جزو تام‌های آن سفربر کرده شدند. هنگام رسیدن قوا و واسطه‌های خدمات آتش‌نشانی به محل حادثه در مساحت 1200 متر مربع مغازه‌ها و راسته‌ها و سایبان‌ها را آتش کشاد فرا گرفته خوف به واسطه پهنشوی سوختار به دیگر قسمت‌های بازار به میان آمده بود. نبی‌جان سید ابرو دلیر بود لوزاده مخصوص برای روزنامه ختلان.